حکومت مزدور و بی‌معنا میگم که او اشرف غنی اگر نمیتانی، توان نداری، پس نباید این حاکمیت ناروای خود را بر ملت خود بخواهی. تو کسی نیستی که این ملت را قیادت بکنی، تو کسی نیستی که از این بعد این ملت را راهنمایی بکنی. بنابراین نمیتانی نخواهی که ظالمانه بر این ملت دیگه تو حکومت بکنی. تو حکومت نداری اصلا، تو دزدی میکنی، تو دزد بیش نیستی. روی این اساس مردم افغانستان تو را شناخته است. تو هویت هم نداری، از بیرون آمدی، برای دزدی آمدی، نه از جمهوریت دفاع میکنی زیرا به طریقه جمهوریت نآمدی. تو کسی نیستی که از این کشور ما تو را بدانیم. تو یک امریکایی بودی و هستی، پس به طرف امریکایی برو. تو نماینده از این ملت نیستی. تو نماینده از این ملت نیستی. بدانی که همه کسایی که در اقارب توست و در نزدیک توست و در ارگ تو کار میکند، او پاسپورت افغانستان نداره. او دو پاسپورت هایی است که برای دزدی کردن از این ملت آمدن. ما میشناسیم چهره‌های ننگین شما را. بنابراین ما به باور داریم که خون پاک شهید ما انشاءالله آزادی واقعی و عدل را خواهد آورد. ما به باور داریم که انشاءالله در افغانستان صلح خواهد آمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نعره تکبیر!